با آمدن ماوریسیو پوچتینو به چلسی معلوم می شود که در صف این تیم باز هم تغییراتی بزرگی کادری می شود. اما پیش از این درباره حمله‌وری نوی چلسی می گویم که درباره آمدنش به لندن هنوز ماه ینور معلوم بود. چلسی کریستوفر نکونکو را از ارب لیپزیگ به عوض بیش از 60 میلیون یورو آورد و شرطنامه 6 ساله هم با فرانسوی امضا نمود. کریستوفر نکونکوی 25 ساله که در 25 بازی و زدن 16 گل و ارسال 4 پرتافت گلی بهترین نشانزن بوندسلیگا دانسته شد. اکنون نفری بهترین چمپیونات آلمانی باید بهترین بودن خود را در چمپیونات انگلیا هم اثبات کند. باز نشود که این فرانسوی هم به مثال تیمو ورنری از ارب آمده از کجایی که آمد با 3-4 شلاق به همان جا فرستاده شود. از میان بازیگران نادرکار به چلسی باشد میتوان با صدای بلند نام تیموی باکایوکوی 40 میلیونه را به زبان آورد. نفری که سال 2017 خریداری شد و به خاطر ندیدن رویش 4 مرتبه به اجاره روان کرده شد. تیموی باکایوکو در صف کبودها 43 بازی گذرانیده آمارش عبارت از 3 گل، 3 پرتافت گلی و جام انگلیا در سال 2018 می باشد. وقتی اجاره باشد این بازیگر در صف تیم‌های میلان 2 مرتبه، ناپولی و موناکو برآمد کرده است. بعد به پول رفتن باکایوکوی 40 میلیونه میتوان گفت که دزدی و کارهای پس پردگی راهبران دستای کمبغل هیچ بوده است.